با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، یه نکاتی رو در خصوص تعمیر شارژرهای باتری لید اسید، باتریایی که همین مثل باتری ماشین یا موتور هستن، یعنی اسید هستن، سیلد اسید اصطلاحاً. بعد این یکی از همین مدل هاست که خب خیلی کار برد تا ایرادش رو پیدا بکنم. خواستم براتون نکات مهمی که تو این مدار تعمیر کردم رو براتون توضیح بدم. خب در درجه اول وقتی من متوجه شدم که این خازن ترکیده، خب طبیعتا وقتی که به این وضعیت این خازن در میاد و باد میکنه، آسیب میبینه، خب طبیعتا با تعویض بشه. این هم همینطور. خب اینها چیزایی بودن که کاملا مشخص بود. بعد متوجه شدم که یکی از دیودها آسیب دیده و خب دیودی که از این شکل نداشتم، در ازاش من یه دونه پل دیود گذاشتم. یه پل دیود با توجه شرایط مدار میبندیم سر جاش. عرضم به حضور شما که بعد مدار رو چک کردم. خب شما الان ببینید که این ظاهر این مقاومت کاملا سالمه، اما به محض اینکه توی مدارم به این صورت بود. وقتی هم که به جای این مقاومت، وقتی هم که درش رو بردم برگردوندم، دیدم خب از این ور کاملا سوخته است. خب هم تستم که میکردیم مشخص میشد مقاومت های کم اوهمی که 68 صدم اوهمی حساب میشه برای شنت در از جریان کشی تست جریان به اصطلاح ماسفت استفاده میشه. خب ماسفت هم که با مولتیمتر تست کردیم، ماسفت آسیب دیده بود و ماسفتش رو عوض کردم. خب وقتی که تا این اندازه آسیب میبینه، حتما خازن ها باید چک بشه. ظرفیت این خازن بر اثر حرارت خیلی زیادی که مدار دیده بود، ظرفیتش خیلی خراب شده بود و این رو هم عوضش کردیم. خب توی همچین شرایطی قطعا آیسی سویچینگ ما رفته، آیسی سویچ سنی به صدا سویچینگ ما رفته، آیسی پاور ما رفته. خب این آیسی رو هم تعویضش میکنیم. خب وقتی هم که این آیسی تعویض میکنیم، سعی میکنیم گفته کوپلر هم حالا اگر آسیبم ندیده باشه تعویضش بکنیم، که خب با تعویض این هم در نهایتا با تست مولتیمتر که دیگه اتصالی جایی نداشته باشیم همه رو برطرف میکنیم. ولی اینجا خیلی جالب بود که مقاومتی که اینجا یه 10 داشتیم که خیلی به سختی تونستم پیداش بکنم، که دیدم که آسیب دیده و توی مدار خوب نشون نمیداد. مجبور شدم بیارمش بیرون و تست بگیرم. این نکات ریزی هستش که میخوام بهتون بگم همیشه دقت کنید توی تستاتون، حوصله به خرج بدید و نهایت دقت رو بکنید، مخصوصا که خب طبیعتا این قسمت با برق 220 سر کار داریم و این قسمت هست که شارژ هست. و نکته مهمتر اینه که وقتی ما تو برق میزنیم، تو صفحه نمایشگرش اینجا نشون میده که مثلا 14 خورده ولت رو داره به ما میده. این 14 خورده ولتی که داره به ما میده در اصل ولتاژی هستش که ولتاژ خروجی مدارمونه. به این صورت این 14.8 زمانی که ما پروپا رو به باتری وصل بکنیم، جریان کشی و وضعیت ولتاژ ما رو مشخص کنیم. بر فرض مثال اگر الان من بیام یک دونه باتری رو اینجا سوار کنم برای شما که شما تست دستگاه منو به صورت عملی ببینید، LED مدار روشن میشه و نشون میده که 14.7 ولتاژ 73% باتری من پره و حدود 3 آمپر هم داره جریان میکشه. این وضعیت مشخص منه به این صورت. امیدوارم که تلاش بکنید و بتونید یه همچین مدارایی رو تعمیر کنید. نکات مهمتری رو هم در ویدیوهای بعدی براتون حتما توضیح خواهم داد. به امید ویدیوهای بعدی انشاءالله.